هممون دوست داریم سال جدید که از راه میرسه یه سری عادتهای سالم و قشنگ برای خودمون بسازیم. This year, it's my year. مثل زودتر بیدار شدن، ورزش کردن یا به جای اکسپلور گردی کتاب خوندن. اما چرا معمولاً توی این مسیر شکست میخوریم؟ ببین، ساختن عادتهای جدید کاملا امکان پذیره در صورتی که روش درستی رو به کار ببری. امروز با 5 روش علمی بهت یاد میدم چطور عادتهای مثبت رو به بخشی از زندگی خودمون تبدیل کنیم و توی سال 1404 به یه ورژن خفن‌تر از خودمون تبدیل بشیم. قدرت پاداش‌ها رو دست کم نگیر. مغز ما عاشق پاداش‌های سریع و فوریه. برای همینه که خیلیامون معتاد خوردن قهوه شدیم. چون سریعاً بهمون احساس خوبی میده. کاری که باید بکنی اینه که از این موضوع استفاده کنی و ذهنت رو فریب بدی. وقتی یه رفتار مثبت انجام میدی، بلافاصله به خودت پاداش بده. این پاداش‌ها میتونن چیزای کوچیک و بزرگی باشن، مثل چند دقیقه استراحت کردن یا مهمون کردن خودت با یک کیک شکلاتی خوشمزه، یا اصلاً مثل یه ساعت گیم زدن یا خرید یه شیء با ارزش. این سیستم پاداشدهی باعث میشه مغز شما تمایل پیدا کنه اون رفتار رو به خاطر پاداش هم که شده تکرار کنه. نتایج مثبت آینده رو برای خودت تصویر سازی کن. گاهی وقتا نتیجه یه عادت مثبت در آینده مشخص میشه. یعنی یه مقدار طول میکشه این عادتی که داری میسازی بخواد به نتیجه و سوددهی برسه. مثل یاد گرفتن یه ساز موسیقی. مشکلی که هست اینه که وسوسه های کوچولویی میان ما رو از مسیرمون منحرف میکنن و هرچی رشتیم رو پنبه میکنن. یه راهکار عالی اینه که خودت رو در آینده تصور کنی و این تصورات رو هر روز با خودت تکرار و مرور کنی که مثلا من قراره یه موزیسین معروف بشم که کل دنیا موزیکای منو گوش میده. به خاطر همینه که خیلی‌ها ویژن بورد درست میکنن و تصاویر چیزهایی که میخوان رو روش میچسبونن تا هر روز جلوی چشمشون باشه و بهشون یادآوری کنه که به خاطر چه هدفی دارن تلاش میکنن. برای خودتون قانون بذارین. برای انجام کاراتون پلن بچینین، برنامه‌ریزی کنین. میخواین چطوری اونا رو انجام بدین؟ وقتی از قبل تصمیم بگیری که در یک شرایط خاص چطور قراره عمل کنی، احتمال موفقیت چندین برابر بیشتر میشه. برای مثال، اگر قصد داری پایان نامه خودت رو بنویسی، اینو برای خودت تعیین کن که روزانه حداقل و حداکثر چه میزان زمانی میخوام براش صرف کنم. اگر یه روز به هر دلیلی انجامش ندادم، چه جریمه‌ای باید برای خودم لحاظ کنم؟ یا مثلا توی رژیمی و برای خودت قانون میذاری که فقط پنجشنبه‌ها حق خوردن شیرینی دارم. باقی روزای هفته نباید شیرینی بخورم. همین قوانین کوچیک چهارچوب ساخت عادتهای جدیدتونه. محیط خودتون رو طبق عادتهای جدید طراحی کنید. محیط اطراف ما خیلی روی عادتامون تاثیر داره. اگر میخوای بیشتر ورزش کنی، لباس‌ها یا وسایل تمرینت رو بیا در جای قرار بده که همیشه جلوی چشمت باشه و ورزش کردن رو بهت یادآوری کنه. اگر میخوای تغذیه سالمتری داشته باشی، خونت هم باید مثل کسی باشه که تغذیه سالمی داره. خوراکی‌های ناسالم رو باید از کل خونه حذف کنی و باید از جلوی چشمت دورشون کنی که دلت هم نخواد و به جاش یخچال رو پر از خوراکی‌های سالم کن و دسترسی بهشون هم آسون کن. مثلا اگر میخوای به جای چیپس و پفک هویج بخوری، هویج‌هاتو بشور، پوست بگیر، قاچ کن و توی ظرف دربسته توی یخچال بذار. اینجوری دسترسی بهشون هم آسون کردی و دیگه بهونه‌ای نداری. با تغییر دادن محیطت، تغییر رفتارها خیلی ساده‌تر برات انجام میشه. از حمایت دیگران نهایت استفاده رو ببرید. همیشه تنهایی تلاش کردن سخته. اگر هدف ساخت یه عادت سالم داری، اونو بیا با بقیه مطرحش کن. به 2 دلیل. 1. تعهد اجتماعی ایجاد میکنه. یعنی توی ناخودآگاهت احساس میکنی چون مطرحش کردی مجبوری انجامش بدی و این خودش یه محرکه. 2. داشتن همراه مسئولیت پذیر که از شما حمایت کنه میتونه به شدت انگیزتون رو
بالا ببره. همینطور میتونید دوست‌ها و اطرافیان خودتون هم به مشارکت در ساختن این عادت‌های جدید دعوت کنید. مثلا با دوستاتون توافق میکنید که همیشه به جای آسانسور از پله‌ها استفاده کنید. ساختن عادت‌های مثبت ممکنه زمان بر باشه، اما بهت قول میدم ارزشش رو داره. تغییرات موندگار نیاز به زمان و استمرار داره. این خیلی مهمه که اگه یه روز موفق نبودی و کارهاتو انجام ندادی، ناامید نشی. فردا پاشید دوباره شروع کنی. این کاملا طبیعیه و بدون هر روز قرار نیست بی‌نقص باشه. به مسیرت ادامه بده و یادت باشه هر قدم کوچیکت در نهایت تو رو به مقصد میرسونه. تا حالا این روش‌ها رو امتحان کرده بودی؟ توی کامنت‌ها برامون بنویس. اگر این ویدیو برات مفید بود، لایک و سابسکرایب یادت نره. خدافظ.